سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان همراهان گرامی، همچنین دکتر آصف هدایت عزیز. خیلی خوشحالیم که در آستانه نخستین سالگرد انجمن علمی مطالعات شهری در کنار شما هستیم با اولین پنل از مجموعه نشست‌های در مسیر فهم و تغییر شهر. امروز با ما همراهی به عنوان کنش روزمره و موقعیت اجتماعی تجارب زیستی تولیدستان شهری در ایران معاصر. و باعث افتخار ماست که میزبان یکی از دانشجویان مطرح تو حوزه مطالعات شهری دکتر آصف هدایت عزیز هستیم. خیلی خوش آمد میگم آقای دکتر، خیلی ممنون که درخواست ما رو قبول کردید. پیش از آغاز من یه نکته کوچیکی بگم دوستانی که توی نشست حضور دارن. از حضار محترم میخوام که در طول جلسه از طرح سوال خودداری کنن. ما حتما در انتهای نشست یه فرصتی قرار میدیم واسه پرسش و پاسخ. همین آقای دکتر، ما خدمت شما هستیم، بفرمایید. خیلی ممنون آقای محمدی. سلام عرض میکنم به شما و همه دوستانی که اینجا هستند. کاشکی طوری میشد که ما حضوری همدیگر رو میدیدیم و برای من جالبه که من چهره شما رو هم ببینم، ولی خب اینجوری شده دیگه نمیشه. ولی خودش هم به هر حال یه غنیمتیه که من بتونم با شما ارتباط داشته باشم و به هر حال مسائل رو مطرح بکنم در این زمینه. صحبت من امروز راجع به رابطه بین زندگی روزمره، یعنی فعالیت‌های مردم عادی در زندگی روزمره و خیزش‌های بزرگ هست. رابطه‌شون چیه؟ سوال اساسی که مطرح میکنم این هست که مردم عادی در زندگی روزمره چطوری میتونن زندگی خودشون رو بهتر بکنن، یا اون به قول انگلیسی ها لایف چانس یا فرصت‌های زندگیشون رو گسترش بدن، در حالتی که تحت وضعیت نامطلوب قرار دارن، یعنی تحت حاکمیت‌های خودکامه یا اقتصادهای غیر مسئول و یا اتوریته اخلاقی مذهبی که این گرایش رو داره که زیست جهان آدم‌ها رو میخواد تحت کنترل داشته باشه. خب تو این وضعیت این آدمای عادی چجوری میخوان زندگیشون رو پیش ببرن و بهتر بکنن؟ خب این سوال اساسی بوده که یکی دو دهه فکر منو مشغول کرده و پاسخ من به این بوده تا حالا که سیاست در واقع زندگی روزمره مردم عادی منوط میشه به اشکال مختلف فعالیت‌هایی که بخشی از زندگیشون هست که پاسخ بدن به اون نیازهای فوریشون. این یه قسمتشه و قسمت دیگه‌ش هم اینه که واقعا همین مردم عادی روی میارن به سیاست‌های اعتراضی که مجموعه اینا میتونه در شرایطی اگر فرصت باشه تبدیل بشه حتی به جنبش‌های اجتماعی و حتی به خیزش‌های بزرگ و حتی بخشی از یک مثلا انقلاب سیاسی بشه. خب این فرضیه من هست. حالا کار روی واقعا everyday life یا سیاست یا زندگی روزمره توسط آدم‌های انسان‌های عادی، حالا اسمش رو بذاریم فرودستان به ویژه یا ساب‌الترن، اینو به طور کلی کار زیاد روش نشده و اتفاقا مثلا در دو سه دهه اخیر هست که علوم اجتماعی بهش پرداخته، به خصوص بعد از جیمز اسکات و اینها. ولی خب حالا خیلی کار میکنن روی این به خصوص توی
حوزه های انتروپولوژی، مردم شناسی و همینجور مطالعات زنها و همینجور مطالعات از کنم که سوبالترن یا فرودستان و به هر حال این فیلد داره خب پیشرفت میکنه ها. با وجود این که در آکادمیا یه پیشرفت‌های حاصل شده، ولی در میدیا، در رسانه ها و به طور کلی در بین افراد عادی تو دنیا هنوز یه ایمیج به خصوصی، یه تصویر به خصوصی از زندگی عادی و فرودستان هست تا اونجا که مربوط به سیاست اونها میشه. این که این افراد به طور کلی پاسیو هستن و زیاد علاقه‌ای به سیاست ندارن، یا اگر هم خوب دارن مثلا فعالیت هایی دارن در زندگی روزمره، این بیشتر منوط میشه به سیاست بقا یا اکتیویسمشون یا فعالیتشون به طور کلی چیز هست، پراکنده است و بیشتر دفاعیه، یعنی به هر حال یک دفاعی هست. میدونیم یعنی چی. وگرنه اگر هم بخوان که از کار سیاسی انجام بدن، بیشتر چیز خشونت و از کنن که شورش و روبروست. آره، این به خصوص به نظر من توی کشورهای عربی خیلی مثلا بین بخشی از به نظر من دولت مردا خب مطرح بوده که طبقه پایین وقتی که وارد سیاست میشه حتما شورش میکنه. بنابراین سیاست چیزی مولدی نداره، مثبت نیست. و بحثشون اینه که اگه قراره که واقعا یک چه میدونم کار درست حسابی انجام بدن، باید خودشون رو تبدیل بکنن به جنبش‌های اجتماعی و مثلا توی سندیکاها یا توی NGO ها و به طور کلی جنبش‌های اجتماعی بتونن فعالیتشون رو انجام بدن. خب چه خوب. آیا این خود این پیشروی آرام میتونه بدل به جنبش سازمان یافته بشه یا نه ذاتاً یعنی اینا بدون ساختار رو میمونن، باقی میمونن؟ حالا من دارم بله الان دارم میرسم به اونجا خب اگر سوال اینه که خب اگر اینجوریه پس ولی اگر فرضمون اینه که این افراد تحت حکومت‌های خودکامه زندگی میکنن یا تحت اقتصاد غیر مسئول، خب اونجوری اون وقت چجوری میتونن جنبش‌های اجتماعی را بندازن، سندیکا را بندازن، NGO را بندازن وقتی که بهشون اجازه داده نمیشه؟ بنابراین من اینجوری پیشنهاد میکنم که در درجه اول در زندگی روزمره این افراد عادی سابالترن که منظورم مثلا تولیدستان شهری باشه یا زنهایی که تحت تبعیض هستن یا جوانایی که تحت فشار عرض کنم که اتوریته اخلاقی یا مذهبی و غیره هستن، یا افرادی مثل اینجوری در زندگی روزمرهشون کار زیادی انجام میدن که تلاش میکنه که اون چنان که گفتم فرصت‌های زندگیشون رو گسترش بده و زندگیشون رو وضعیتشون رو بهتر بکنه. فعالیتشون بیشتر مثلا توی کانون‌های دوستانه عرض کنم که نتورک ها، اون شبکه ها یا به قول عربا تو این شل میگن، یا به خصوص از طریق ناجنبش ها و پیشروی آرام هست. این نکته اول. نکته دوم اینه که همین پیشروی آرام یا ناجنبش ها، این شبکه هایی که به هم پیوند میخورن، میتونن در برهه هایی در واقع تبدیل بشن به حتی به جنبش های اجتماعی و حتی بخشی از چیش میگن اپرایزینگ یا خیزش های سیاسی بشن. این نکته دوم. و حتی بخشی از انقلاب بشن، مثلا در دنیای عرب، در این
بهار عربی. و نکته سوم این هست که بعد از عرض کنم که فروپاشی یک رژیم و رفتن دیکتاتورا و وقتی که فضا براشون ایجاد میشه، همین در واقع ناجنبش ها تبدیل میشن به جنبش های اجتماعی و اون پیشروی آرامشون تبدیل میشه به پیشروی غیر آرام، یعنی خیلی اگریسیو، خیلی گسترده تر صورت میگیره. این حالا اجازه بدین اینا رو من توضیح بدم یکی یکی. چون که من قبلا نوشتم توی همین مثلا استریت پالیتیکس یا سیاست های خیابانی اون کتاب، به نظر من سیاست های عادی مردم عادی توی زندگی روزمرهشون حداقل در کشورهای مثل ماها در خاورمیانه یا حتی الان هم دیگه متوجه میشم در خیلی از کشورهای جهان چیش میگن گلوبال ساوث، جهان جنوب، در واقع بیشتر از طریق واقعا این همین پیشروی آرام و ناجنبش ها صورت میگیره. چون که میدونین هم خب منظور من ناجنبش ها در واقع کنش های جمعی هست توسط افرادی که ناجمع هستن، یعنی همگرایی ندارن، دیسپرس هستن، پراکنده هستن. برای مثال چون که میدونید مثلا همین توی داستان شهری چجوری عرض کنم که حداقل به طور کلاسیک اون زمانی که من مطالعه می‌کردم چجوری مهاجرت صورت می‌گیره از روستا به شهرها و وقتی که میان به شهر در حال یه جایی پیدا میکنن که زندگیشون ادامه بدن، ولی زمینی بگیرن، خونه‌ای بسازن، برق بیارن، چه میدونم گاربیج کالکشن، زباله درست کنن، عرض کنم که تلفن بیارن اینها. و در زمان طولانی مثلا چه میدونم 10-20 سال واقعا اون محیط زیست رو عوض میکنن و کامیونیتی درست میکنن اینها. و این خب چیز فقط مربوط به ایران نیست، تقریبا در همه کشورهای جهان جنوب اینجوری بوده و من هم خب خیلی سفر کردم از این کشورها، از آسیا تا آفریقا تا آمریکای جنوبی و همه رو رفتم، اینا رو دیدم. فرماشون فرق میکنه اینها، ولی اساسشون در واقع از این منطق در واقع پیروی میکنه. یا زنهایی که تحت تبعیض بودند که اگر فرصتی نداشته باشن، یعنی فرصت سیاسی political opportunity نباشه برای همگرایی اونها در ایجاد یک مثلا جنبش اجتماعی که بخوان از حاکمیت که عرض کنم که قوانین عوض بشه، خودشون در زندگی روزمره اینیشیتیو به خرج میدن، ابتکار به خرج میدن که اون در واقع کارهایی که احساس میکنن که حقشون رو انجام بدن. و این کارهایی که میگم بیشتر در حوزه در واقع در حوزه تحقق در واقع جندر اکوالیتی یا تساوی جنسیتی صورت میگیره. و یا جوانایی که تحت فشار هستن، به هر حال برای تحقق اون جوانی خودشون، اون هابیتوس جوانی خودشون تلاش میکنن که در زندگی روزمره کارهای انجام بدن و مثلا ساب کالچر رو وجود بیارن یا سبک زندگی به خصوصی ایجاد بکنن و اینها. حالا این جالبه که این نوع فعالیت ها در زندگی روزمره توسط افراد خیلی بزرگ زیادی انجام میگیره، چون توسط افراد زیر مثلا صدها هزار یا میلیون ها نفر صورت میگیره که مجموعه این فعالیت ها در واقع وقتی ادامه پیدا بکنه نرم جامعه رو، هنجاره جامعه رو عوض میکنه و این خب خیلی اهمیت داره به نظرم. وقتی که هنجار جامعه هم عوض بشه،
در مقابل قانون قرار میگیره. این قانون خب فرمال، هنجار غیر فرمال، عرف دیگه. و اگر قانون از هنجار پیروی نکنه، خب با تنش و مشکل و کانتردیکشن و از کنیم تعارض برقرار میشه و این رو خب مثلا تو ایران خودمون خیلی خوب میبینیم. جالب اینه که این افرادی که این کار رو انجام میدن در زندگی روزانه ضرورتاً کارشون سیاسی نیست به این معنا که بخوان به حساب مخالفت بکنن با نظام، با چه میدونم حاکمیت و اینها. این کارا رو میکنن به خاطر اینکه میخوان زندگیشون بهتر بشه، یعنی در واقع انسانیت خودشون رو دارن تثبیت میکنن با این پرکتیس ها، با این ابتکارهایی که به خرج میدن. اون ایجنسی خودشون رو در واقع نشون میدن، عاملیت خودشون رو نشون میدن. ولی وقتی که این کارها صورت میگیره، چون که گفتم به تغییر در نرم ها از کنم که منجر میشه و چالش میکنه و چالشی وجود میاره در مقابل از کنم که اتوریته، حاکمیتی که نمیخواد اون پرکتیس ها رو، این تغییر در نرم ها رو ببینه و از این بابت میتونه یک کانفرانتیشن، یک برخورد در واقع به وجود بیاد. تو بنابراین قدرت در واقع ناجنبش ها مثل قدرت جنبش ها نیست. قدرت جنبش ها منوط هست به اتحاد اون افراد، اون کنشگرها ها که با اتحادشون یه قدرتی به وجود بیارن و طرف مقابل رو، الان حاکمیت باشه یا هر چی باشه، رو تحت فشار قرار بدن که امتیاز بده، که ریفورم ایجاد بکنه. فرم در واقع فشار آوردن هم به این معناست انالیتیکلی که ایجاد هزینه میکنن یا تهدید به ایجاد هزینه میکنن در مقابل، برای طرف مقابل. حالا هزینه میتونه مادی باشه، هزینه میتونه اخلاقی باشه، میتونه سیاسی باشه، غیره و غیره. مثلا خواستن مشروعیت میتونه هزینه ایجاد بکنه برای یک حاکمیتی. این در واقع قدرت یک جنبش اجتماعی هست، در حالی که قدرت ناجنبش ها منوط به اون در واقع اعمال روزانه‌ای که توسط میلیون ها آدم صورت میگیره. بله، تکرار شونده است و همینجوری مستمره و ادامه داره که چنان که گفتم عملاً در طول زمانی عرض کنم که یک نرم های جدید رو به وجود میاره، ولی نرم هایی که کانتنشس هست. کانتنشس یعنی چی؟ یعنی طرف مقابل رو به چالش میکشه، یعنی به چالش میکشونه. و از این بابت چنان که این اعمال صورت میگیره در زندگی روزمره، نه تنها تغییری در وضعیت خود کنشگرها، خود اون آدم‌های عادی صورت میگیره، بلکه تغییری در جامعه هم صورت میگیره. برای مثال فقط اون تویدستان شهری که میان و اون خونه هاشون رو ایجاد میکنن و برق میارن، تلفن میارن، فلان این حرفا، فقط این نیست که به هر حال زندگی اونها تغییر میکنه، شهر هم عوض میشه، محیط زیست هم در واقع تغییر میکنه. و یا اون زنهایی که تحت تبعیض هستن با اون کارشون نه تنها به هر حال بخشی از مطالبات خودشون رو عملاً به تحقق میکشونن، بلکه تأثیر خیلی مهمی هم میذاره به
قانون میتونه قانون و به حاکمیت و به بیهیویر یا رفتار در واقع حاکمیت. ولی جالبه که در این پروسه این افراد، این کنشگرا با اون عملیاتی که انجام میدن و برخوردهایی که نسبتاً در واقع اشتراک ناپذیره با طرف مقابل با حاکمیت، اینها شروع میکنن به فکر کردن راجع به اون عمل خودشون، نتیجه عمل خودشون، اون برخوردی که به هر حال از حاکمیت میبینن یا از طرف مقابل میبینن، که فکر کنن راجع به مسائلی مثل قانون، مسائلی مثل قدرت یا جاستیس یا عدالت اینها. و در این پروسه دیسکورس عوض میکنن، اون گفتمانشون راجع به حق صحبت میکنن، راجع به ما و اونها صحبت میکنن و اینجوریه که در واقع اینا وارد عملا سیاست میشن. اگر هم خودشون نخوان که وارد سیاست بشن، عملا در واقع وارد حوزه سیاست میشن، چرا که با قدرت در واقع درگیر میشن. و این هست که این افراد عادی که میخوان زندگیشون رو بکنن و میخوان در زندگی روزانه زندگی بهتری رو داشته باشند، اینها رو در واقع عملا سیاسی میکنه و آماده میکنه برای ورود به جنبش ها یا خیزش هایی که معمولاً به وسیله افراد دیگر، گروه های دیگری ایجاد میشه، اینیشیت میشه. حالا سوال دوم اینه هست که خب چجوری این آدم های عادی به ویژه این ناجنبش ها میتونن تبدیل بشن به جنبش ها یا حتی خیزش های سیاسی؟ چجوری میشه که در واقع همین آدمای عادی توی فرودستان میتونن در برهه‌های تبدیل بشن به historical agent، عاملان در واقع تاریخ ساز؟ و این البته خب سوال مهمیه دیگه این خیلی به نظرم سوال مهمی که به احتیاج داره که فکر کنیم که چجوری آدمای عادی که زندگی روزمرهشون رو میگذرونن در برهه‌های تبدیل میشن به historical agent، یعنی تغییر، میتونن در واقع عاملین تغییرات خیلی مهم و ساختاری باشن. تو این وضعیت معمولا این جوان‌ها هستند که در واقع جوان‌های فوق‌العاده و extraordinary activist یا فعالین فوق‌العاده هستند که معمولاً اون خیزش ها رو عرض کنم که اینیشیت میکنن، شروع میکنن، آغاز میکنن. و این هم بستگی به این علت هست که جوانی به طور کلی یک ظرفیت به خصوصی داره که من اسمش رو گذاشتم youth affordance یا ظرفیت جوانی. مثلا چه میدونم چابکی فیزیکی یا این تندنسی، این گرایش که استیتس کو یا وضعیت عادی رو نمیپذیره، خواهان تغییر هست، یا به خصوص وضعیت عرض کنم که اجتماعی که معمولا جوان هست که نه در واقع وابسته است به یه نفری یا کسی دیگه وابسته به اونهاست و structural irresponsibility، یک نامسئولیتی ساختاری هست که مسئول نیست و از این بابت خب یه آزادی به خصوصی داره که میتونه کارهای انجام بده که مثلا پدر مادرش نمیتونن انجام بدن یا اگر مثلا بچه ها نمیتونن انجام بدن. ولی این مرحله از عرض کنم که لایف سایکل این آدم ها میتونه این افوردنس رو بده، میتونه این ظرفیت رو بده که دست به این کار رو انجام بدن و اکتور واقعی مهم باشن در استریت پالیتیکس، در سیاست های خیابانی. خب بنابراین جوان ها به نظر من خیلی نقش دارن، ولی جوان ها با وجود همین این اکسترودینری اکتیویزمی که دارن و میتونن اینیشییت بکنن یک
خیزش های بزرگی رو به خودی خودشون هیچ وقت نتونستن یک political breakthrough وجود بیارن. یعنی یک گسست در واقع سیاسی ایجاد بکنن، یک تغییر مهم سیاسی ایجاد میکنن، مگر اینکه به وسیله همین جوانان، به وسیله آدم‌های عادی، به وسیله پدر بزرگشون، مادرشون، بچه‌هاشون، این آدم‌های عادی در خیابان‌های چالش، در streets of contention به وسیله ما حمایت بشن و این در واقع قدرت آدم‌های عادی رو نشون میده و به ما نشون میده. بنابراین نقش آدم‌های عادی در خیزش‌های سیاسی بسیار بسیار مهمه. حالا این آدم‌های عادی، این فرودستان مثلا چجوری وارد این کارزار میشن؟ معمولا اینه که در این فرصت هایی که به وجود میاد، فرصت های سیاسی، اون نتورکشون، اون شبکه هایی که وجود داره در محلات، شبکه های دوستانه، شبکه های خانواده که به وجود میاد و به خصوص شبکه هایی که مربوط بشه به ناجنبش، اینها به هم تنیده میشن. یعنی گروه های مختلفی که وجود داره، زن، جوان، توی دست شهری، میدل کلاس پور، یا اینها شبکه های خودشونو دارن دیگه، ولی در اون برهه به خصوص این شبکه ها به هم تنیده بشه، به هم دیگه گره میخوره، پیوند میخوره و در واقع شبکه‌ای از شبکه ها به وجود میاره. به خصوص این شبکه ها در دهه گذشته خب خیلی مهم بوده، دقیقاً به خاطر همین تکنولوژی جدید کامیونیکیشن، اینها سوشال میدیا و توییتر و از این حرفا. خب این نقش بسیار مهمی داشته در واقع تغییر ماهیت جنبش ها و این پاسیبیلیتی، این امکان رو به وجود آورده که اون خورده در واقع شبکه ها به همدیگه پیوند بخورن، به یک شبکه بزرگتری رو به وجود بیارن. حالا من فکر کنم که قصه در واقع جنبش اخیر ما، زن، زندگی، آزادی و یا قصه بهار عربی در دهه گذشته، به نظر من در واقع تحقق یا کیس تجربی این گزارهایی است که من مطرح کردم. به بار دیگه اگر نگاه کنیم آنچه که در ایران اتفاق افتاد در 2 سال پیش، در واقع تحقق تجربی آن چیزی که دارم من مطرح میکنم. خب همه دیگه قصه شما میدونیم دیگه، لزومی نداره که من دیگه تکرار بکنم که خب خانمی بود، مهسا امینی، که آنچه که به سرش اومد موجد در واقع ایجاد یک جنبش بسیار بزرگی بود که خب در تاریخ اخیر کشور واقعا بی سابقه بوده. به هر حال اعتراضاتی بسیار مهمی صورت گرفت که 150 شهر، نزدیک 2 میلیون آدم بهش پیوستن اینها. ولی خب این جنبش همین یه شبه یه روزه خب وجود نیامد و یک بک‌گراند داشت، یک تاریخی داشت و این خب مربوط میشد به وضعیتی که خب بسیاری از کنم که سیتیزن های ما، شهروندان ما بعد از در واقع انقلاب در ایران تجربه کردن و از به خصوص در حال زنها خب یه تبعیضی قابل توجهی خب اونها تجربه میکردن، ولی در زندگی روزانه‌شون اینا تلاش کردن که علیه این تبعیض
تبعیض با اون فرمی از اکتیویتی ها، با اون فرمی از فعالیت هایی که من اوردی گفتم، خودشون اون مطالبه خودشون رو در واقع تحقق بخشن. این که مثلا فقط ضرورتاً خونه نشین نشن و یک اکتور بشن، یک عامل بشن در صحنه عرصه عمومی، مثلا کار بکنن حتی اگه خب سخت باشه، ورزش بکنن حتی اگه سخت باشه، عرض کنم که دوچرخه سواری بکنن حتی اگر با مشکل روبرو بشن، چه میدونم مشکل قانونی، عملی و غیره و غیره، ولی این کار رو انجام دادن. و این یعنی این فعالیت هایی که اینها انجام دادن من رو به این کانسپت یا مفهوم آرت آف پرزنس یا هنر در واقع حضور رسون. اینها با اون فعالیت های روزانه‌شون در واقع صحنه رو ترک نکردن و موندن و خودشون رو اسیر کردن، یعنی گفتن که ما هستیم. حالا در دیگه وارد این نمیشم که چجوری در کورت، در دادگاه ها به خاطر مسائل حضانت بچه، به خاطر ارث، به خاطر نمیدونم تمام اون مسائل دیگه که مربوط به این تبعیض جنسیتی میشه، وارد کارزار شدن و سعی کردن که بجنگن. خب مسئله حجاب هم خب مثلا بخشی از این هست و چجوری دیدیم که خب افراد حالا با دوباره اون فعالیت هایی که داشتن در زندگی روزمره، تو خیابون ها، توی محل کار، اینها تلاش کردن که به حال اون احساس کردن که اون حقی که دارن که حق چگونگی پوشش باشه رو به تحقق ببخشن و بالاخره به طوری که با حجابی، بعد حجابی، بعد بدون حجاب اجباری. ولی همین فعالیت هایی که در به طور روزانه بود، چون که گفتم اینا ضرورتاً اینا رو این کار نمی کردن که مثلا مخالفت بکنن با حاکمیتی که میخواست حجاب اجباری رو برقرار بکنه، بلکه احساس میکردن که اینا حقشونه و بخشی از در واقع عملیاتشون هست که تحقق ببخشن. ولی این عملاً این افراد رو، این زنها رو قرار میداد در مواجهه با اتوریته و چش بگم منیفستیشن در واقع این مواجهه هم درگیرهای هر روزه بود تو خیابونا، بگیر و ببندها، نمیدونم چه میدونم دستگیری ها. حالا سال 2013 3.6 میلیون نفر زن رو تو خیابون ها اینها وایستوندن و بهشون تذکر داشتن، بهشون چه میدونم بلیط دادن، چیش میگن جریمه بکنن. اینها 180,000 نفر رو زندانی کردن اینها. خب ولی در لحظه ای این باعث در واقع کشته شدن یکی از اون زنها شد، همون مهسا امینی، که منجر شد به اون چیزی که اون خیزشی که ما دیدیم. خب اینا در واقع این قصه‌ای که من گفتم در واقع قصه چگونگی وارد شدن همین افراد عادی به از طریق فعالیت هایی که در زندگی روزانه‌شون انجام میدن به یه خیزش بزرگ و میتونه حتی به یک انقلابی منجر بشه. حالا سوال بعدی اینه که خب چی سر این ناجنبش ها میاد وقتی که یک از کنم که خیزش بزرگ به وقوع میپیونده و حتی یه انقلابی صورت میگیره؟ و در مورد ایران ما نمیتونیم بگیم، چون که به حال حاکمیت هنوز هست و اون تغییری که میشد اگر اتفاق بیفته که ببینیم که خب چی سر این ناجنبش زن میومد، نمیتونیم بگیم چون اتفاق نیفتاد. ولی در مورد دنیای عرب میتونیم بگیم. به بار دیگه
ما نمیدونیم که ما میدونیم که چی شد در واقع در مورد دنیای عرب، به خصوص که قصه محمد بوعزیزی نسبتا شبیه قصه مهسا امینی هست. محمد بوعزیزی هم خب یه دستفروش بود، یک عاملی از یک کنشگری از یک ناجنبش بود، ناجنبش عرض کنم که دستفروش ها در تونس. اون هم در واقع در مواجهه با اتوریته عرض کنم که به نتیجه فاجعه آمیزی رسید که یعنی خودکشی کرد و خودکشی اون، خودسوزی اون در واقع جرقه یک خیزش بزرگ ملی بود که نه تنها تونس رو عوض کرد بلکه در واقع دنیای عرب رو عوض کرد. چون که می‌بینیم اینجا هم در تونس هم اغلب با یعنی این خیزش اونجا با فعالیت‌های جوان‌ها و اکتیویست‌ها، به خصوص بیکارها، جوانای بیکاری که educated بودن، تحصیل کرده بودن، که اغلبشون دانشگاهی بودن ولی بیکار بودن، آغاز شد. ولی به وسیله همینجوری عرض کنم که تهیدستان شهری و تهیدستان روستایی و به خصوص میدل کلاس پور یا طبقه متوسط تهیدست و همینجور کارگرایی که توی یونین بودن، مجموعه اینا در واقع وارد کارزار شدند و در عرض مثلا 28 روز فکر میکنم عرض کنم که مجبور کردن که دیکتاتور تونس زین العابدین بن علی فرار بکنه و حاکمیت تغییر بکنه در اونجا. حالا خب چی شد بعد از اون؟ یعنی منظورم چی شد؟ اون ناجنبش های که در واقع نتورکشون به هم تنیده شد، پیوند خورد و این خیزش رو به وجود آورد بعد از رفتن بن علی به چه صورت در آمد؟ وقتی که بن علی رفت خب یک فضای نسبتا آزادی به وجود آمد، به طوری که این گروه های مختلف زنها، میدل کلاس پور، عرض کنم که رورال پور، فقرای شهری یا فقرای روستایی، عرض کنم که طبقه متوسط تهیدست، کارگرها که در زمان اون خیزش همه به هم گره خورده بودن و اصولا اون مطالبات بخشی خودشون یا قسمی خودشون رو کاملا فراموش کرده بودن و به صورت یک جمعی در واقع تبدیل شدن و شعب رو به وجود آوردن، مردم رو به وجود آوردن. بعد از رفتن بن علی دوباره اون مشخصات یا هویت‌های گروهی خودش رو ظاهر کرد و دوباره اون مطالبات به وجود، مطالبات رو اومد. ولی درخواست این مطالبات بیشتر به صورت ایجاد کردن جنبش‌های اجتماعی به وجود اومد. اون جنبش‌ها به عبارت دیگه در اون مرحله تبدیل شدن به جنبش‌های اجتماعی، یعنی سازمان پیدا کردن، عرض کنم که میتینگ درست کردن اون آدم‌ها که پراکنده بودن گرد هم اومدن، عرض کنم که برنامه درست کردن برای تغییر سیستماتیک. حالا اینا که چجوری این کار رو انجام دادن، اون مثال هایی که من آوردم در این کتاب اخیرم که در ایران ترجمه شده، انقلاب رزیستن رو من همه رو داکیومنت کردم و آوردم. مثلا در تونس و مصر به خصوص کارگرها شروع کردن به درخواست نه تنها بهتر شدن وضعیتشون، شرایط کاریشون، مسکنشون، بلکه درخواست سندیکاهای جدید کردن که باید سندیکاهای واقعی باشه که ارگانایز بکنن. به خصوص رورال پور
تولیدستان روستایی به خصوص در تونس خیلی اکتیو بودن، خیلی فعال بودن که عرض کنم که سندیکا به وجود بیارن. حتی خیلی هاشون زمین رو تصرف کردن، زمین هایی که متعلق بود به دوستای بن علی و اینها. در جایی مثل جمنه اویسیس یا واحی که اسمش از جمنه در وسط عرض کنم که تونس هست که یک کامیونیتی که خرما تولید میکنه که به وسیله یک سرمایه‌دار بزرگ عرض کنم که دوست و رفیق بن علی بوده، خب اون فرار کرد و خود کامیونیتی در واقع تولید رو دست گرفت و یه سلف منیجمنت، خود مدیریتی به وجود آورد که تولید هم رفت بالا و سودش هم که برای توسعه عرض کنم که اون محل به کار برده شد. کارهای رفاهی، هلث، درمان، عرض کنم که کلینیک، راه درست کردن، شغل ایجاد کردن و غیره و غیره. یعنی این نوع اینیشیتیوها در واقع به وجود اومد. در مصر بسیاری از حاشیه، جاهای حاشیه‌ای به حساب، عشوائیات میگن اونجا، اینها واقعا برای اولین بار به طور گسترده‌ای اومدن خودشون رو سازمان دادن و عرض کنم که حتی انتخابات برگزار شد که بتونن در واقع به طور سیستماتیک نظاممندی در واقع اون وضعیتشون رو بهتر بکنن، عرض کنم که و توسعه بدن. خیلی از پاپولار کامیتیز یا کمیته های محلی که به وجود آورده بود در ایران خودمونم بود در سال 57 انقلاب اون موقع برای دفاع در واقع از محله، اینها شروع کردن تبدیل شدن به کمیته های توسعه محلی و خب اینا رو دیتیلش من دیگه نمیتونم خیلی بگم اینجا، ولی اونا رو من نوشتم که خب خیلی مهم بود. در محله های مثلا در قاهره این تولیدستان شهری که اصلا نقشه وجود نداشت و اینها، چون که اینفورمال بودن دیگه، غیر رسمی بودن، اینها مپ درست کرد، نقشه درست کردن، خیابون درست کردن و این رو به یه خیاط درست کرد، یه خیاطی که میتونه عرض کنم که نقشه درست کنه و اینها. حتی راههای خودشون رو راههایی درست کردن که محلهشون که قطع شده بود به وسیله اون فری ویز یا اون راههایی که عرض کنم که قاهره رو در واقع میگن که در دور قاهره هستش و محله ها امکان در واقع ورود به اون فری ویز یا اون بزرگ راه نداشتن، ایجاد راه کردن خود محله مردم. حتی در یه زمانی شهردارم دعوت کردن و افتتاح کردن با پرچم و فلان حرفا. منظورم اینه که تو اون مرحله کلی ابتکار به خرج داده شد از طرف مردم. زنها به خصوص خب نقششون بسیار بسیار مهم بود که اون ناجنبش خودشون رو تبدیل به جنبش زنها بکنن. دیگه خب من دیگه زیاد توضیح نمیدم تو این در این بابت از این در این مثال ها، فقط میخوام نتیجه بگیرم و وقت صحبت هم تموم بشه. خب معنای در واقع اینا چی هست؟ یعنی این که این تجربه ها به ما چی میگه؟ ما چی نتیجه میتونیم بگیریم از اینها؟ خب چند تا چیز به نظر من میرسه بگم اینجا. اول اینکه social order یا نظم اجتماعی یه چیز طبیعی نیست و میتونه عوض بشه. خب یه چیز نسبتا ساده‌ایه گفتنش و انگار که خب همه میدونیم، ولی به نظر من خیلی اهمیت داره که نظم اجتماعی اون نیست که ما میبینیم، میتونه عوض بشه.
و اتفاقا تو این مراحل هست، اون بره های در واقع political breakthrough هست، اون خیزش ها هست که یه ایمیجینیشن، یک تصور جدیدی بین آدم ها، بین افراد به وجود میاد که یه نظم جدید رو تصور میکنن در ذهنشون که به وجود بیاد ها. و این بسیار بسیار اهمیت داره. دوم اینه که گروه هایی که مارجینالایز هستن، توحیدست هستن، ضرورتاً پسیو نیستن، غیر فعال نیستن و به خصوص پاورلس نیستن، یعنی بدون قدرت نیستن، بلکه اینها در زمانی که فرصت به وجود میاد یا فرصتی که اونا فکر میکنن که فرصت دارند و میتونن کاری انجام بدن، وارد گود میشن به حساب و ابتکاراتی به خرج میدن و به خصوص در زمانی که تو اون بحران ها حساب کنین که کرایسیس هست، بحران هست، اقتصاد خوابیده، دولت کار نمیکنه، همه چیز به هم خورده و اینها، خب چجوری این زندگی باید بچرخه؟ این افراد وارد کارزار میشن و حتی سولوشن، یه راه حل پیدا میکنن حالا خب این راهکارها در کشورهای مختلف بوده، تو انقلاب 57 خودمون هم بوده مثلا که من راجبش نوشتم، راجب مثلا شوراهای محلی یا شوراهای کارخانه خب اونجا همه چیزا خوابیده بود دیگه، سرمایه‌دارا فرار کرده بودن، کارفرماها یا همه خوابیده بود اینها و خب کارگرها وارد میشه و شروع میکنن به باز کردن اینها و تولید. خب این مهمه. یا در آرژانتین سال 2003 که فاینانشال کرایسیس بود، بحران مالی بود، که اصلا دولت دیگه کار نمیتونست انجام بده، یعنی نمیتونست پاسخ بده. مردم خب این ابتکار رو، عمل رو به دست گرفتن، تو محله های مختلف شروع کردن به ارگانایز کردن، سازمان دادن و نهادهای مختلفی رو به وجود بردن، از ایجاد کار تا کلینیک، تا مدرسه، تا حتی dispute resolution که چجوری دادگاه‌های به اصطلاح محلی به وجود آوردن که بتونن به زندگیشون ادامه بدن و این و حتی شروع کردن یه تعدادی تئورایز بکنن که معنای این نوع اینیشیتیوها چیه. این نیست که اینها بخوان مثلا قدرت دولتی رو دست بگیرن، بلکه یک پارالل پاور یا یک قدرت موازی با دولت رو در سطح جامعه ایجاد کردن که خودشون در واقع بگردونن زندگی خودشون رو. و البته باید بگم که این نوع اینیشیتیوها یا این نوع ابتکارات که گراس روت هست و از پایین هست، خب معمولا در یک دوران در واقع کرایسیس، در یک زمان انقلابی که فضا هست ولی فرصت ها در واقع کم شده، یعنی سیستم کار نمیکنه، اقتصاد کار نمیکنه و مردم وارد کارزار میشن، ولی بیشتر به صورت اکسپریمنت هست، تجربه هست و میتونه خب خیلی اشکال داشته باشه و چون که اینا قبلا راجع به اینا فکر نکرده بودن و همینجوری ایمپرووایز میکنم به حال بعد وارد کارزار میشن و منظورم اینه که اینو باید اکنالج بکنیم، باید درک بکنیم که ممکنه اینها اشتباه کنن، مشکلی به وجود بیاره اینها، ولی اینا رو باید کار کرده روش که چجوری بشه مثلا شاید نهادینه کرد و اون مشکلات رو رفع کرد. ولی با وجود این شماره 4 این نوع اینیشیتیوها، این نوع ابتکارات معمولاً الیت ها رو، اون نخبگان رو تهدید میکنه و اون نخبگان نمیپذیرن اون ابتکارهایی که مردم در محله های خودشون یا در کارخونه ها و اینها وجود میده، به خاطر اینکه اونها به وجود آورنده، اونها یعنی این توحیدستان، اون اینیشیتیوها از پایین به وجود آورنده یک واقعا نیوکلیس یا
مقدمه یک نظم جدیدیه که اون نخبگان این رو نمیتابند و قبول نمیکنند و معمولا سعی میکنن به هم بریزن. خب این تجربه رو مثلا تو شورای خودمون دیدیم، در جمع اویسیس دیدیم اینها که سعی میکنن که اینها رو تضعیف بکنن و حتی متوقف بکنن. ولی با وجود این رسوباتی از اون بقول دلاپورتا میگه sediments، یک رسوباتی از اون، یک بخشی از این اینیشیتیو و ابتکارها باقی میمونه حتی با وجود مخالفاتی که نخبگان سیاسی از خود نشون میدن. مثلا خب در ایران خب شوراها خب اینستیتوشنالایز شد دیگه، نهادی شد و حتی رفت قانون اساسی و اینها و خب خیلی واقعا جالبه به ویژه شوراهای محلی و اینها اگر واقعا طبق قانون عمل بشه به نظر من خیلی کاربرد داره و خیلی مهمه که در واقع در دوره اصلاحات هم که شد دیگه زمان آقای خاتمی خب انتخابات واقعی صورت گرفت اون موقع اینها و خب این شوراها شروع کردن به کار کردن، شوراهای محلی به خصوص و بالاخره این که عرض کنم که این نوع گراس روت اینیشیتیو ها، این ابتکارها از حیث تحلیلی هم به ما میتونه کمک کنه که فکر کنیم راجع به یکی دو تا مسئله. این که خب مثلا معنی انقلاب یعنی چی؟ چیزی نیست معنی انقلاب یعنی چی. البته این چیزایی که میگم زیاد مربوط به زندگی روزمره نیست، ولی ارتباطش با اون خیزش های بزرگ و انقلاب خب مطرح هست. خب انقلاب یعنی چی؟ انقلاب اینی که فقط تغییر رژیم صورت بگیره یا میتونه در تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اینها در سطح جامعه باشه. یا مثلا اینکه میگیم که انقلاب شکست خورده یا موفق شده اصلا یعنی چی؟ یعنی سکسس یعنی چی؟ شکست یعنی چی؟ و بالاخره اینکه انقلاب تموم شد یا ادامه داره، ما از کجا میدونیم که تموم شده یا ادامه داره؟ به هر حال و بالاخره این که میتونه این کمک بکنه که از حیث تحلیلی رابطی بتونیم فکر کنیم رابطه بین در واقع زندگی روزمره و اون مانیومنتال ایونتس یا اون آپهیوالا، اون خیزش ها و اون جریانات بزرگی که اتفاق میفته، رابطه بین رابطهشون چجوری هست، رابطه بین گسه است و زندگی روزمره چی هست و اون چیزی که خب زیاد کار نشده و میشه روش فکر کرد. به نظر من این نوع اینیشیتیوها، این نوع برخوردها میتونه کمک کنه که بتونیم روی اینها بحث بکنیم. من دیگه فکر می‌کنم که متوقف میشم اینجا که اگر سوالاتی هست مطرح بشه و اگر بتونم بکنم پاسخ بدم. خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای دکتر از ارائه دقیق و مثالی که زدید. خب توی صحبت‌های دکتر مباحث و مفاهیم خوبی مطرح شد، از سیاست زیست روزمره، از مقاومت حالا بی‌صدا، اهمیت فهم تجربه زیسته توی دستان شهری، مثلا چجوری اینا بدون حضور در خیابان یا شکل رسمی جنبش این گروه‌ها میتونن تغییرات واقعی در نظم مسلط ایجاد وارد کنن. دکترم خب مثال‌های متنوع از ایران، کشورهای مختلف زدن. این سیاست‌های لزوماً در اعتراض یا حرکت‌های آشکار خلاصه نمیشه، انگار در دل این زندگی روزمره، موقعیت نامرئی، حتی در سرسختی بقا میتونیم رگه‌های کنشگری رو ما ببینیم و خود حتی این ناجنبش‌ها که تبدیل هستن بشه بدل بشه به جنبش هستن و نوع سیاست ورزی این. خب میرسیم